پدر جان، سجده سهو را کی انجام دهیم؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان. فرزندم، هرگاه یک فرض در داخل نماز تأخیر شود یا یک واجب یا یک چند واجب از نماز به فراموشی ترک شود و در نماز به یاد آید، برای جبران نقصان نماز به جا آوردن سجده سهو واجب می گردد. پدر جان، در کدام حالت ها سجده سهو واجب می گردد؟ فرزندم، در یاد دار، در دو حالت انجام دادن سجده سهو بر نمازخوان واجب می گردد. حالت یکم این تأخیر کردن فرض، یعنی در داخل نماز یکی از فرضها را تأخیر کرده کمی دیرتر آن را انجام دادن. دوم، اگر یکی از واجبات نماز یا یک چند از واجبات نماز با سبب فراموشی به جا آورده نشود یا اینکه در وقتش اجرا نگردد، برای جبران این خطاها به جا آوردن سجده سهو واجب می گردد. اکنون برای روشن‌تر شدن به تو یک چند مثال ها را می آورم. یکم، اگر ما از روی فراموشی پیش از سوره فاتحه سوره دیگری را خواندیم، به جا آوردن سجده سهو واجب می گردد، چون که خواندن سوره فاتحه پیش از ضم سوره واجب می باشد. ببینید در اینجا واجب را تأخیر کردیم. دوم، اگر بعد سوره فاتحه خواندن سوره یا آیت ها را فراموش کرده یک باره به رکوع رفتیم، راست شده ضم سوره نمودن جایز نیست، بلکه بعد از رکوع به سجده رفته در آخر سجده سهو میکنیم، چون که در اینجا ترکی واجب شد. سیوم، در نماز ویتر دعای قنوت را فراموش کردیم، چون خواندن دعای قنوت واجب می باشد و ترک واجب کردیم، در آخر سجده سهو میکنیم. مثال چهارم، در نماز 4 رکعته که بعد از دوم رکعت نشسته خواندن التحیات واجب می باشد، ما این را فراموش کرده به 3 رکعت برخیستیم. 3 رکعت را می خوانیم، 4 رکعت را می خوانیم و در آخر سجده سهو می کنیم، چون که یکی از واجبات را ترک کردیم. مثال پنجم، در نماز 4 رکعته بعد از دوم رکعت نشسته التحیات را خواندیم، بعد از التحیات صلوات را خواندیم و در یادمان آمد که به 3 رکعت خیستن در کار و بعد از صلوات به 3 رکعت خیستیم. در اینجا قیام فرض می باشد، ما قیام را تأخیر کردیم، یعنی کمی دیر برخیستیم. در اینجا نیز سجده سهو کردن در آخر نماز واجب می شود، چون که فرض را تأخیر کردیم. فرزندم، در یاد دار، اگر در داخل نماز یک خطاگی یا یک چند خطاگی شد، در آخر تنها یک سجده سهو کردن واجب است. اکنون در آخر طرز سجده سهو کردن را به تو فهمانم. در جلسه آخر تنها التحیات را خوانده، سپس به طرف راست سلام داده، بعد از آن الله اکبر گفته به سجده می رویم. در سجده سبحان ربی الاعلی را خوانده 3 مراتبه، بعد از آن الله اکبر می گوییم، به جلسه می نشینیم و بعد از آن الله اکبر گفته 2 بار سجده کرده سبحان ربی الاعلی را خوانده 3 مراتبه، بعد از آن الله اکبر گفته باز التحیات و صلوات ها را خوانده، در آخر دعای ربنا آتنا یا که دعای اللهم اغفر لی را خوانده، بعد از آن به طرف راست و به طرف چپ سلام می دهیم. با همین نماز ما به انجام می رسد. فهم پدر جان، رحمت